خب دوستان، توی قسمت قبل که ما محصولات متغیر رو توضیح دادیم، یه قسمتی جا موند که من گفتم براتون توضیح بدم که آموزش کامل باشه و یه وقت دچار سردرگمی نشید. توی این قسمت ما گفتیم میتونید انتخاب بکنید سایز لباس، رنگ و هر چی که هست. اما مثلا یک ویژگی هست که ما اینجا تعریف نکردیم. مثلا میگم جنس رو ما تعریف نکردیم، شما میخواین خودتون اضافه بکنید. اینجا ویژگی سفارشی رو میزنیم و افزودن ویژگی. تو این قسمت مثلا میزنیم جنس و متغیرهاش میشه پنبه، کتان. مثال دارم میزنم، حالا من تخصص خیلی ندارم تو لباس. مثلا این جنس های پلاستیک رو نمیم چی میگن. مثلا بین این سه تاست. توی اون قسمت نبود که شما بخواید انتخاب بکنید، اینو خودتون دارید اضافه میکنید. استفاده برای تغییرات رو میزنیم، اینو برمیداریم و ذخیره ویژگی. میبینیم که اینجا جنس هم اضافه شد. حالا ذخیره محصول رو میزنیم، یه رفرش میکنیم اینجا، ببینید جنس هم اضافه شد. شما میتونید انتخاب بکنید و حالا هر قیمتی هم که خواستید براش انتخاب بکنید.